دخترها در روز غذا. ولی میخواستم ببینم من رو جوون بودم حالا چی کار کنم. چه موی قشنگی داری. چتی؟ تازه این به هم ریختشه. بعدی بگو ببینم، تو به مریم گفتی خرس، درسته؟ مریم رفیق صمیمی؟ آره، سر پل سرات منتظره که یقتو بگیره. بعدی بگو ببینم چه جوری مردی؟ چند تا توریست آمریکایی شکارم کردن. یعنی چی شکارم کردن؟ شما بنده از موقعی که دلار شد 100 تومن دیگه دیه ما برای اینا پولی چیپس و پاپکشونه. آو بعدی بگو ببینم چرا ازدواج نکردی؟ ایشه شما بنده سگا وفاشون از مردا بیشتره. شما بنده سگ اگه وفا داشت که جای تریاک لو نمیداد. بعدی شما بنده ما دخترها چرا نمیتونیم دو چرخه سوار شیم؟ چی؟ دو چرخه سیبیل بابات میچرخه. بعدی شما بنده اینا آخریا بودن. خب چون توی کتابم گفته بودم ولش کن. حالا دیگه وقت عذاب الهیه. عذاب الهی؟ عذاب الهی؟ عذاب الهی؟ آره من چیدومه. حالا قرار زیگیو از بین شما یه نفر رو به عنوان خوشگلترینتون انتخاب کنه.